در آغاز که حضرت باب جوانی 25 ساله در شیراز پرچم ظهور جدید را برافراشت، دستگاه روحانیت آن را کفر و ارتداد خواندند و از اینکه ادعای باب با آنچه در کتب و تفاسیر سنتی خویش داشتند مغایر و مخالف است، بر او تاختند. صاحب ادعا را بعد از 6 سال تیرباران کردند و هزاران از پیروانش را کشتند و ردیه هایی که می نوشتند همه بر اساس مباحث دینی بود. مثلا باب می گفت رجعت قائم موعود رجعتی معنوی است، یعنی کمالات موعود در هیکل تازه‌ای تمکن می‌یابد. مخالفان می‌گفتند خیر، باید از چاه برآید و شمشیر به دست گیرد و گردن کافران را بزند. پس این باب دروغگو و مخالف دین است و ریختن خونش مباح است. این گونه حملات را می‌توان تا حدی توجیه کرد، زیرا بر اساس فهم مردم از دین بود و تحمل تغییر و ظهور جدیدی را نداشتند. 50-60 سال اول از ظهور آیین بابی و بهایی مباحث کلامی و اختلاف در فهم آیات مقدسه مورد بحث بود و تکفیر و ارتداد و بدعت و امثال آن موضوع ردیه هایی بود که عالمان دین اسلام می نگاشتند. این وضع ادامه داشت تا آنکه مقارن با انقلاب مشروطیت حملات جدید از طرف دستگاه روحانیت در ایران به بهائیان وارد آمد. دیگر در آن زمان می گفتند که مشروطیت را پیروان آیین جدید به راه انداختند تا اسلام را تضعیف نمایند و به قول ایشان عوام اذل من الانعام، یعنی مردم عامی که از 4 پایان گمراه ترند، به حکومت بنشانند و همزمان با آن از تعالیم حضرت بهاءالله از قبیل تساوی حقوق زن و مرد و لزوم تربیت دختران و مدارس نقل می کردند و آنها را مردود می شمردند و نسبت فساد اخلاق به پیروان آیین بهایی می دادند و می گفتند بهاییان به عنوان تأسیس مدارس دخترانه می‌خواهند فاحشه خانه به وجود آورند و علمایی که با مشروطیت مخالف بودند و حکومت مشروعه می‌خواستند حتی بر فراز منبر از آثار حضرت بهاءالله می‌خواندند که پیشبینی فرموده بود که به زودی در ایران حکومت مردمی برپا خواهد شد. این موج دیگری از حملات بر این آیین بود. چون سلسله پهلوی به حکومت رسید، وطن پرستی عامل سیاست روز شد و علت عقب ماندگی ایران را بالکل بر گردن انگلیس ها نهادند و آن قوم را منفور خاص و عام کردند. در این زمان یکباره بهائیان عامل حکومت انگلستان خوانده شدند، زیرا انگلستان منفور بود و از این روی مردم ایران را از ارتباط و معاشرت با بهائیان که به قول ایشان بیوطنند برحذر داشتند. این تهمت جاسوسی برای انگلستان همچنان باقی بود تا آنکه حکومت کمونیستی در روسیه دشمن شماره 1 ایران به شمار آمد و جنگ دوم جهانی پای روس‌ها را در ایران باز کرد
و نفرت ایرانیان را برانگیخت. در آن زمان آیین بهایی ناگهانی ساخته دست روس‌ها شد و رساله جعلی دیگری را از قول سفیر روسیه منتشر کردند که نوشته بود که او، یعنی سفیر روس، در کربلا حضرت باب را ملاقات کرد و با ایشان قرار داد که ادعایی تازه اعلان نماید تا به اساس اسلام لطمه وارد آید. از نفرت مردم آن زمان از روسیه استفاده کردند تا بهائیان را منسوب به آن کشور و در نتیجه منفور خاص عام نمایند. در آن زمان بهائیان و محافل بهایی عوامل جاسوسی و مخفی روسیه معرفی گشتند و ضرباتی که بر پیکر آیین بهایی وارد آوردند با حربه این دعوی بیپایه بود. در دوران انقلاب اسلامی دولت امریکا دشمن شماره یک ایران به شمار آمد و با روال و روش گذشته مبارزه با بهائیان به عنوان اینکه دست نشانده و عوامل و جاسوس کشور امریکا هستند شروع شد و هنوز ادامه دارد و علاوه بر آن چون مشتی یهود مقیم فلسطین که از حیث عده بسیار کمتر از اعراب آن کشور و عشری از اعشار عرب‌های کشورهای همسایه بودند، دولت اسرائیل را به وجود آوردند و به شناسایی سازمان ملل متحد رساندند و جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را دشمن می‌دارد و از این جهت امر بهایی ناگهان عامل صهیونیسم بین المللی شد و تمام مصیبتی که نصیب اعراب و مسلمان جهان است بر گردن صهیونیست‌ها افتاد که در ایران به قول ایشان بهائیان عوامل و جاسوسان این نهاد جدید به شمار رفتند. هر لحظه به رنگی بت عیار درآمد. بهائیان از اول پیدایش تا نزدیک نیم قرن فقط کافر و ملحد و زندیق به شمار می رفتند. حال از عوامل امریکا و از جاسوسان صهیونیسم بین المللی و اسرائیل محسوبند. جاسوسی برای انگلستان و روسیه نیز به جای خود محفوظ مانده. مستمسکی که مخالفان امر بهایی برای حق به جانب بودن تهمت جدید داشته و دارند این است که مرکز جهانی بهایی در اسرائیل است و بهائیان از سراسر عالم به زیارت مقامات متبرکه خود به آن کشور می روند. حال آنکه مرکز جهانی بهایی را در اسرائیل حضرت بهاءالله و بهائیان به اختیار تأسیس نفرمودند، بلکه دو دولت مسلمان ایران و عثمانی حضرت بهاءالله را به کشور فلسطین آن روز که در قلمرو ترکیه عثمانی بود تبعید نمودند و با درگذشت حضرت بهاءالله در عکا که جزئی از امپراتوری عثمانی بود اماکن مقدسه بهائیان در آنجا مستقر شد. اگر چنین استدلال بی‌پایه و مایه‌ای درست باشد، باید گفت که دو سلطان مسلمان یعنی ناصرالدین شاه قاجار و عبدالحمید خلیفه اسلامی عثمانی دو صهیونیست بزرگ بودند که با هم تبانی کردند و حضرت بهاءالله را به فلسطین تبعید نمودند که 80 سال بعدش به واسطه بهائیان دولت اسرائیل به وجود آید و نضج گیرد.
آیا هیچ انسان عاقل بی‌غرضی چنین استدلال مضحکی را باور می‌کند؟